سلام علیکم. سلام علیکم. اسم تو چی است؟ اسمم خورشید جان. اسم پدرت چی است؟ اسم دادم مولای مفتاحی. اسم بابیت چی است؟ اسم بابی محسوب جلدی. از همه بسیار بسیار کی را دوست می‌دارین؟ الله. خب رب تو کیست؟ ربی من الله. دین تو چیست؟ دین من اسلام. نبی تو کیست؟ نبی من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. ماشاءالله. کتاب تو چیست؟ کتاب قرآن. قبله تو کجاست؟ قبله من کعبه. قرآن کلام کی است؟ قرآن کلام الله. قرآن چند پاره داره؟ 6 پاره. قرآن چند سوره داره؟ 113 داره. قرآن چند آیه داره؟ 4 آیه داره. در قرآن چند جا سجده تلاوت است؟ 16. ماشاءالله. بنای مسلمانی بر چند نوع است؟ بنای مسلمانی بر 5 است. اول کلمه طیبه. دوم دوم سکوت. سوم چی؟ روزه. نماز. چهارم حج. روزه. پنجم حج. ماشاءالله ماشاءالله. جمعتی. خب دین حق نزد الله کدام دین است؟ اسلام. من نگاه. دین حق نزد الله کدام دین است؟ اسلام. کو دلیل بیار. این دین عند الله اسلام. ایسر بگو. این دین عند الله هیل اسلام. عند الله اسلام. ماشاءالله. کمیلا. الله چند تاست؟ شکره. الله چند تاست؟ الله چند تاست؟ الله چند تاست؟ یک تاست. کو دلیل بیار. کو دلیل بیار. ای قرآن دلیل بیار. قل الله احد. ماشاءالله ماشاءالله. تو چند ساله هستی؟ بلند بگو. چند ساله هستی؟ ساله و 6 ماه. ماشاءالله. 2 ساله و ساله و 6 ماه. تو 2 ساله و 6 ماه هستی؟ ماشاءالله.